سالگرد ازدواجمون. فقط بهم گفت آماده شو. نکنه میخواد سورپرایزم کنه. حالا میفهم. وسط قرار عاشقانه‌مون یه نفر جونشو از دست داد. الان بهت میگم چی شد. حدود 11 سال پیش، یادم اول ماه رمضان بود، اونم ساعت 7 صبح. من و مجتبی اون موقع تو رابطه بودیم و خیلی رابطمون قوی شده بود و حسابی دلباخته هم بودیم. خلاص مجتبی که دانشگاه شهر دیگه بود، یه فرصت گیر میورد و تعطیلی میشد میومد شیراز خونه ما که همون ببین. پسر دایم بود دیگه، رفت آمد داشت. ببین وقتی میومد انقدر ذوق میکردم که نگو. مجتبی که اومده بود خونه ما خوابی، فردا صبحش کولر یه صدایی میداد. مجتبی رفته بود پشت بوم که ببینه مشکل کولر چیه. همه همچنان خواب بودن. ما خونمون 2 طبقه بود، طبقه بالا 2 تا واحد داشت که مستاجر زندگی میکرد. همون موقع با صدا تک زنگ مجتبی بیدار شدم، پیام داده بود که من پشت بومم و رفتم کولر رو ببینم. منم که ذوق سری پا شدم برم پیشش که به این بهونه بتونیم خلوت کنیم و حرف بزنیم. نگم چه لحظه استرس آوری بود. از یه طرف استرس رو داشتم که برم پشت بوم، داشت بزرگم بیدار شو بفهمه ما 2 تا رو پشت بوم خلوت کردیم و بدبخت شدم. ولی عشق این استرس حالیش نبود. رفتم خلاص. ما یه نیم ساعتی پشت بوم بودیم، از گرما داشتیم میپختیم، انقدر دلتنگم بودیم هیچ حالیمون نبود. بگو چی شد؟ یه صدای جیغ و داد وحشتناکی از پایین شنیدیم. من مجتبی دوییم سمت راپله. از بالا خونه مستاجره دیده میشد. میدونی چی دیدم؟ خانم مستاجر شوهرشو داره میکشه از خونه میاره بیرون و به شوک میده. جیغ میزد، گریه میکرد که پاشو تو رو خود کرده. حالا من مجتبی رو بگو اون بالا گیرو. شانسو ببین، عرض چند دقیقه پایین خونه شلوغ شد. همه اومدن از همسایه بگیر، خانواده من و پلیس. خلاص ما گیر افتادیم. مثلا نگم چه اوضاعی بود. من مثل بیت داشتم میلرزیدم، مثل چی داشتم گریه میکردم. مجتبی منو گرفته بود تو بغلش که نلرزم و آرومم میکرد. از یه طرف استرسی داشتم که ما رو اونجا ببینه، بگن شما دو تا اینجا چه غلطی دارین میکنین. از یه طرفم شوکه بودم از این اتفاق. 3 ساعت اون بالا بودیم. 3 ساعت پر استرس، گوشی هم نداشتم به کسی بگم. آمبولانس اومد، پلیسا داشتن بررسی میکرد. ما همچنان داشتیم از اون بالا یواشکی نگاه میکردیم. خیس عرق شده بود. و اما نیلو متوجه شد ما اون بالا. اومد جوری که کسی متوجه نشه من رد کرد پایین. به غلط کردن افتاده بودم. ولی ارزشش داشت. این مجتبی همچنان اون بالا بود ولی خطر رفت شد. چرا اون موقع بعد این اتفاق بیفته؟ مجتبی که یه ساعت بعد ماجرا تموم شد اومد پایین و به خیر گذشت. اون موقع واسه اینکه همو ببینیم همه کار میکرد. خاطره ها داریم. الان هم که 8 سال از عقدمون میگذره، امروز سالگردمونه. راحت شدیم به خدا. پاشم آماده شم، خیلی دیر شده. با تو میرسم به هرچی میخوام، میشم که دلت میخوام. بریم ببینیم که قراره چه اتفاقی بیفته. پارت بعدی رو حتما ببینیم.